فیلم غریبه‌ها قسمت اول. داستان درباره یه زوج جوونه که توی یه سفر جاده‌ای گیر میافتن و تصمیم میگیرن یه شب توی یه کلبه وسط جنگل بمونن. ولی خیلی زود میفهمن که تنها نیستن، چون 3 غریبه نقابدار بیرون از خونه منتظر اوناست. البته بهتره بگیم 3 قاتل بیرحم. فیلم از اون ترسایی داره که با سکوت و حس ناامنی لرزه میندازه به تنت. یه حس ترس واقعی از آدمایی که هیچ دلیلی برای کاری که میکنن ندارن. کارگردانی فیلم با رنی هارلینه، همونی که فیلمای معروفی مثل دریای عمیق آبی رو ساخته. بازی مادلین پچ هم یکی از نکات مثبت فیلمه، چون بار اصلی تنش و ترس رو اون به دوش میکشه. در کل فیلم غریبه‌ها فیلم ترسناک و نفسگیره که اگه به فیلم‌های فضای بسته و پرتنش علاقه داری، این فیلم ارزش دیدن داره. این تازه فصل اوله و قراره تو 2 قسمت بعدی گذشته این غریبه‌های نقابدار رو هم ببینیم. برای حمایت از ما و دیدن فیلم‌های بیشتر ممنون میشم چنل رو سابسکرایب بکنید.